امروز صبح مال بدم میستگاه میدی تو افهمیدی؟ چیه؟ همه گناه از مادر تو پیرتونه با کجا گناه پیار ما نمو گناه اختیارداری میکنه به تا سرمه بکن نوکر از اینیو دل بعد ما اینا اگه خود بکنه رودام اوتور بیری میکنه خرمن میکنه به خیرتون یک لقمه نمیشه برو به پیار خوب بگو بکنه که جیگر کلونتری نکنی بزن به اختیار کنم یا مگر یا پیار خود تلشی آز بتیشی خلاصه گپ ما تو بگو آخی نکو چی فرق میکنه پیار مانه مادر مانه مگر به تو دادم که چکا من نمره بیاشوی باشم ببرم این دیگه به سرم میتونی برو خونی بگی من سیوا کن من اصلا دیگه خود پیار مادر کنم ازم نکن ریتون خدا ببینم من کی پیار مانه ما به پیار خود چیه بگم من گپی میکنه با هر کاری بونه میگیره بونه میگیره راست میگه آخی چی راست میگه نه چای لدرتر میخول بقول میکنه دونی لدرتر میخول بقول میکنه تا خونه جارو کن چون زرق بشو کوسه بشو چه مادر تو کار نمیکنه طور بیاوردم البا اینجا زمان بقالی تو روز اول به ما بگفتی که برو خدمت پیر مادر بر بکن نه بیا خدمت پیر مادر خوب بکن که میایم لقمه میزنم هر لقمه یک نوی میشه دیگه به پیر تو کار نمیکنم خدا چی خاکسی یا بسخ به من بدبخت بیچاری ایدو که گفتی که تو برو زن بگی زن دیونه تو دیوانه دیونه چونی تو مادر تونی مادرتونه دیوانه یا تو به دم میستگاه میدم یا خود خود اصلا بیا من بگی اصلا بیا من بگی بیا بیا من بگیرم و خود که دست تو زن فارغ شو من مردم کی زن گیری تا که خسار خود جمع نکنه من نمیکنم خلاصه گپ بکن یک لحظه دیگه کار نمیکنم ما آدم عصبی اومد تو بیا من خود حل میکنم من خودت تو مادر تو پیر تو چه کار فلانه تو مگر اساسا ویروسی گپ مقصد تو میره نگه فقط بریم یا مگر زندگی ما سیوا کنی یا دیگه نمیرم که دو نفر دیدی که خونه خو ویروس پیر خور بیری کنه اثرا بیام که 24 ساعت که تو سال با 12 ما شکر گله شکر سال با بعد 12 میام ما سایا ما از زور حساب مخرب ندیدم که میام اینجا نفر استاده از این میام مقال تو کردن اگه بقصی هم سایه نه کن وقت من بگیره دست من تو بگی دیوانه شدی تو بگی که اینم یک بلال فرقی میکنم من به جنجال میندازی یلا کو بفهمیدی چرا تو به جنجال میتکی یلا کو بیل من یلا کو چرا ترخی تو هم با زن نگیرشتی تو به خونه میفهمی به خدا فشم تاثیر تو میذارم بگو که برات کار خو برات که خود چرا شکر بابا نمیگذارم ما اشتباه کردیم که زن گرفتیم سال با 12 به خودی هم زاق و تامی سلام غال مغال چی گپه میگه پیار تو به من گپ میزنه مادر تو به من گپ میزنه میگه تو مرسیوا که اصلا از سرای نبیریشو پیر مادر خور بیری کو دیگه کسان زن در آیسته تر آروم تر چی رقم آرو چیه گپ چی تو بگو واضح تر بگو پیار از کلانتری باید به سر نکنه مادر کلانتری نکنه خلاص چرا آخه پس کی به سر تو کلونتری کنه تو روز اول به من نگفتی من به تو خونه تنهایی میدم با کجا گفتم ما به تو تمی بیله بدی آخی که من خود سرزی میکنم من تو بده می بیله خیلی برد من اچه من بستنه من نمیفهمم من به خونه میفهمم بده بیله تو من نمیفهمم بخون تو بیا که ما چرا جنجال میگی؟ معامله شما حل کنون چی گپ جه تو که سرقی یکم تو برق میگیره تو به خونه ایفالو به بیلی به تا سازن خود میگه سرا میگه یا سرا پیار خور بیری تو کوی مندگی خود کم کو تو مندگی خود کم کو حال میزنه پشتو طلاق سری میمونه میره برات کار خود سر کشتم اینجا چی گپ بعد با خاطر پیار مادر تو میگه پیار تو با من گپ میزنه پیار خور از سرا بیری کو پیار خود از سرا بیری کو گوش کشی یا برو با من سرا سیوای یک بخر زن تو ملامته راست میگه خیلی از زنکاله خوشو خسور رو نمایه وش کنه که هیچ وقت با خاطر زن خود پیار مادر خود از سرا بدر من نکنی مثل عزیز که 100 تا به خیره سال پیار مادر خو میکنم آفرین وش کنی ما به زن خود ما همه می جنجا بودن گیله خوب من کردسی نکردم خودی زن خود تی کردم گفتم اگه به پیار می اگه به مادر می گفتی پس خی بسوختی گفتم تو ری میکنم به سرا پیار تو خلاص بفهمیدی آنی تا خودی تی کردم تو من خودی زن خود میگفتی تی میکنی که به خاطر پیار مادر خودی ما جنجال نکنی آباس برای گپ نگرده که بیستینی داری بونیم یک
یک انرژی چیزی بسونم بخونم کمی اعصابم به سر بیایه. هیچ کشیم احتیاط صاف انرژی اعصاب سر تو قرض ما مفته نمایم. یار اگه به می انرژی تو هوشیار میشی من 10 تا انرژی به تو میخرم. هوشیار تو نه هوشیار شین. من میگم اعصاب من به جای آیه. اعصاب تو به جایه. برو خیره برو گیلک جی برو به سراغ چنگیلاسه بخور آرام. می جیا میستادی که تو من یک گلگ میکردم من یک تو بیچاره بترسی خاطر شو چیز سرقیه بفهمیدی؟ راست میگی. بله ای بترسید دیگه. بترسید گیلک. به اول کدوم راه گم کدوم کشته بجا. تو گیلک نمیفهمی. هم بیل می تبر دیش ده میزنی با طلاق سر به طلاق زن خو خلاص دیگه دست گوسالتی میگی. ما برو سیمام که شرطی کنه اصلا نمیفهمم. هیچی یعنی یالی عباس از من بترسید. نه دیشته میجیس خور گم شدم واله کو پیدا کن. برو کالا میتونی به روخ میره زن تو برو پیدا کن. من خیلی ما نمیجی. یک تو خیلی ما یک پیار ما تو برو. سال به 12 ام که شما میتونی جنجالی ما تعمی سرا. بیکاری تو زن واسطه چه کار بیکار موندی بیدی تو خود کله گنده خب من جفان مگواله برو ساده دل برو تو میگم حالا دختر نشو بزین بالا با بالای سرید الله تعالی بیا زیارت کنیم شیر خدا را خدا کامیاب کنه هر دوی ما را خدا کامیاب کنه هر دوی ما را همسایه دلم او را مایه گاهی با خانه ما میایه خب چوب دیده و لرزیده ای دختر خوبان هراته ای دختر سروی بستان هراته الهی کجی بمیخ خود میخونی مامان رو دل ما بترغونی یک خیه کوخیه بعدی بلایی همی که یکی نوچنگ بیامادیم بشیشتیم داری مامان رو خیلی چه کار میکنی کجی؟ اونی نمیبینیم همی گوشپندار میچرنو چکی مرگی گوشپندرگی بیای چکی چی عجب ادی طرفا کجی بیا مانو که امروز کمک خودتو درد دل کنو چی درد دل مامان رو خیلی یاد باشه چی راز دل؟ بلیاب میگن از جای کمی عروسی گیلک کردم بلیاب بفهمیدی؟ خواهرتونه نیه؟ برای میگم امروز میگم به من پیاله چای بیار به من تومرغه میگه پلوکه میگه من چه کار کنم؟ ها؟ یعنی ما چه کار کنم مامان رو شما میایی که پار به من میذارین که دست من چی کار ساختیه خواهر عروس شمانه او هم بچه شمانه درسته که عروس منه خوب من نمیگم که عروس منیه اما بیامد که امروز تو نصیحت کن چهار کنه نصیحت کنی به خواهر خود مامان نوروز او دست من خارج نصیحت کردن خواهر من به دست من نیم او به حرف سلام من نیم او به گپ من میکنه عروس شمانه خودی هم به یک طریقی زندگی کنی عروضی که مو عروس شما شده گردن و بند باشه یک روز ندیدون که شما و عجونا دم به خوشی بدنی سال با 12 اوقات شما تلخ بوده و می رقم هم میشه من که دختر کلون ندارم دارم که من خدمت کنه نه من مامی به خود اولاد یاردم دوره نمیخونه خود ماما نوروز اولاد زندگی خود اولاد یاردم بالا یاردم نه بالای نودی خدمتکاری که نودی کوکو دیگه هم خدمت شو خوب بکنه بسته خدمت مر کی بکنه زن شما بکنه نه دیگه دل شما است خوار بیچاره من خود خوب بکشه کار کرده خوبه دیگه تمی گپ میزنی و خوب ماما نوروز شما خدا رو به وجود کنی خدا به وجود میگه میگه پیرزالیه که نمیتونه کار کرده باور بکنی زن شما مال 100 تا میمونه را سروا میکنه برای دوستان نگردیم ماما نوروز من کار ندارم برای خودی مادر ما و پیار ما و عروس کو گپ زنی اونا رو بشونیم خودی ناله فصل کنیم به پیش ما آدم نیاییم تو که براری ایتا میگیم پیار تو مادرتن که از تو بدتره دیگه بابا من گپی میگم من که نمیگم من پیش خو بریم فیصله کنیم من چی کار دارم کاکو تو که براری بشه امیتی گپا بدیم پیارتن از تو بدتره مادرتن از تو بدتره
خوبه ما او دختر رو دادیم نوکری به شما که روستاشون کلفتی شما زنشوار بکنه. خوبه مامان رو ایرون به همین مامان روز زن میمونو. بابا ما عروسی به تو بدادین کلفتی که ندادین. خودی هم گزاره کنین دیگه به یک طریقی. کمی کارار زن تو پیش بره کمی رو عروس تو دیگه. این که نمیشه خوار ما روستاشون به چه ما دک کنه پایا کنه رخ بشوره چای بیاره نون بیاره. دسته می گسپنده ما به بلایی. چیگو پای یار هستی بیخی مردم فقط یخ زده تو کلاکش په سر خو میکنی چطه یخ زده اونو که تو کلاکش په سر خو یالا کراد از این گپ واسه از این گپ نشو میگم همین کوکو تو چی رقم آدمیه به خدا من ایران به میز کوکو تو زن کوکو تو میگی چری دائم وقت سعی میکنی همین خوشنوچی ماده است تا کوکو تو زن کوکو تو میناله من نمیفهمم که چی رقم زندگی داره چی رقم زندگی میکنه خودی همین خانواده خوی من به خود به می کار رسان هم سرخلاص نیوم ما به خونه شیشتیم خوشلوچی ما زنگ زده به خوار خو که من خسور من از خونه بدر کرده من جنجال کرده خودم با هر کار بونگیری میکنه ای چی رقمه یعنی کوکو ما عروس خلاصرا بیری کرده بیرو نکرده لالا رمزون تا به می گاب میزنه گیلک بچی و بیل ور میداره اصلا اتفاقا ما به توی بگم که کوکو ما و زن کوکو ما دست عروس خو بعد زابم و بعد دستی و خون میخورم و سنگ نمیده که به سر خو بزنه ای عروس ای تا عروس اینیه خو ای فقط ای تنیه ای تا براد مینه که می کوکوم و زن کوکوم از این سرا برم کی خودی می گیلک دیونه دلجام زندگی خور بکنه امینا دختر ندارم انگار می عروس از اینا دختر از ایناه همون مشت پیرزال و پیرمرد فکر نمیکنی همین خوشلوچی خود فکر میکنی که اولا خوشلوچی میدن چه کار میکنم البته سر از پیاز کشت میکنم ارزان درو میکنم کوکو یک لقمه نونه برای اینا تیار کنه جای اینا رو بندازونه فرض مثال جای اینا رو جمع کنه رخت لباس اینا رو بشوره آدم سکو آدم به خسور خوشی خوکو بکنه زن برار آدم بابا پیر مادر آدم همی کار میکنه اینیه که والله سبا روز که تو صاحب دختر صاحب عروس چی با عروس تو به تو همی کار میکنه این همیت پیشه برای آدم میمونه فقط با کوکو خو بگو قال مقال نکو خوبیت نداره همی باجی میگی لگ 24 ساعت میبینی بم تا کوچم هر همسایه خان میگیره میگه چی رقمه که دایم وقت میزنه جنجال دارم بازم کوش که به سراغ جنجال کنم با تا کوچه جنجال میکنم هر کس به ما میگه گفتم برو در ما با شخصیت از اینا چی کار دارم حالا کم با کوکو خو بگو سر صدا کردن خوبیت نداره این مثل اولادتونه این بیا وردی بمیجی نوکر نوردی فقط هم شما مردم همو پیرمرد در مد نظر داریم که همو قال مقال میکنه هم نون و چای از یه آدم تیار کرده باشه مونده علاق از سر سرا میه او چی کار داره خب بازم گفتن بکو با کوکو خب بگو دیگه بعد این کارا خوبیت گفته شما نمیتونید همین خوشلوچی خود نصیحت بابا جان میگه همین خوشلوچی خور که میگه بم هر کار خسور با بونا میگیره بم هر کار خوشی با بونا میگیره پیرمرد آدم قدیمه بونه هیلا میگیره اگه پیار تو بونه هیلا گیره به تو رسرا بیری میکنی یعنی پیار خورد گل وری بوی میکشی خسور کباب بشد خسور به هر کار بونهیله میگیره هیچ کس پیر مادر بونگیر نداره همه خسور بونگیر دارم گپ مفت هله به هله به میزنی